شیخ عطار قصه وفات نظام الملک بیان میکند. نظام الملک شما میدونید نه؟ وزیر بزرگ، وزیری که به 3 پادشاهی سلجوقی وزیری کرده است، صاحب کتاب سیاست نامه، وزیری که نامش تا به حال به بزرگی یاد میکنند، زیرا که مدرسه نظامیه را تأسیس داد و همون مدرسه نظامیه که در بغداد مرکزش بود چندین فیلیال ها داشت، از جمله یک فیلیالش در نیشاپور بود. باری اول در تاریخ بشر مکتب های عالی تأسیس داده است. باری اول در تاریخ بشر برای دانشجوها استیپندیا معین کرده است. این شخص بسیار شخصی بزرگ است، خادم است. از همون خاطر شیخ عطار قصهش میکند. شیخ عطاری که چندین عصر بعدتر بود، ببینه چی وصفش میکند. چون نظام الملک در نزع افتاد، گفت الها میروم بر دست باد. نظام الملک میگه وقتی که در نزع جانکنی افتاد، دست به دعا برداشت، گفت پروردگارا لحظه های آخرین حیاتم است. خالقا یا رب به حق آن که من هر کی را دیدم که گفت از تو سخن، با همه نوع خریدار شدم، یاری او کردم و یار شدم. پروردگارا گفت من عبادات خدمت در پیش تو نمیکشم، شرم میدارم، زیرا هر چی کردم برای خودم کردم. نماز خواندم برای خود خواندم، عبادت کردم برای خود کردم، روزه گرفتم برای آخرت خود گرفتم. من برای تو همین قدر کار کردم پروردگارا. در هر کجا کسی را دیدم که سخن تو را میگفت، مردم به سوی تو میخواند، دعوت به دین تو میکرد، با همه نوع خریدار شدم، یاری او کردم و یار شدم. تکبیر! چقدر که تانستم کمکش کردم، دستگیریش کردم. در دم آخر خریداریم کن، یاری به یاران تی یاریم کن. پس پروردگارا گفت به خاطر آن که من خادمان دین تو را دستگیری کردم، به خاطر آن که من بزرگان اسلام دستگیری کردم، شخصایی را که سخن خدا را میگفتن دستگیری کردم، در همین آخرین لحظه ها خدایا خود دستگیری میکن. زیرا یاری به یارا تو هستی، یاری به کمک فقط از تو است. سبحان الله. خوشا به حال جوان مردایی که در آخرین لحظات حیات پیش خدا همین دعا را کرده میتونن. انشاءالله خدای تعالی مزد کار اینا را هرگز ضایع نمیگذارد، زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بشارت داده است المرء مع من احب، هر مرد همراه محبش حشر می شود.